فرض کنید به کشور رویاهاتون مهاجرت کردید. فرصت‌ها همه جا هستن. آینده روشن به نظر میرسه. پس چرا اون حسی که باید رو ندارید؟ چرا خوشحال نیستید؟ این یه سردرگمی خیلی رایجه که بهش میگن شکاف شادی. توی این تحلیل میخوایم ببینیم این شکاف دقیقاً از کجا میاد و از اون مهمتر چطور میشه با یه برنامه 4 مرحله‌ای اون رو برای همیشه پر کرد. خب، بذارید با داستان یه نفر شروع کنیم. پدرو 15 سال پیش با یه دنیا امید و آرزو از پرتغال به کانادا مهاجرت کرد. اما خیلی زود فهمید که بین رویاهاش و چیزی که در واقعیت میدید یه فاصله بزرگی هست. حس میکرد انگار توی یه دنیای پر از فرصت گم شده. خودش میگه من به خاطر کمبود اطلاعات مفید ساده‌لوح بودم و این میدونید دقیقاً نقطه شروع مشکل خیلی هاست. این سوال اصلی ماست، همون شکاف شادی که گفتم. واقعاً چرا اینطوریه؟ چطور ممکنه شما توی یک کشوری با بهترین امکانات زندگی کنید اما از ته دلتون احساس خوشبختی نکنید؟ بیایید با همین معما رو حل کنیم. پدرو برای توصیف این حس یه استعاره فوق‌العاده داره. میگه انگار توی یه باغ پر از میوه بودم اما دستم به هیچ کدومشون نمیرسید. این تصویر خیلی دقیقه، نه؟ یعنی فرصت‌ها درست جلوی چشم شما هستن اما انگار ابزار لازم برای چیدنشون رو ندارید. خب، حالا ریشه اصلی این شکاف شادی کجاست؟ جالبه بدونید که همه چیز به یه سوء تفاهم بزرگ برمیگرده. ما 2 معیار کاملا متفاوت برای سنجش یه زندگی خوب رو خیلی راحت با هم قاطی می‌کنیم. بیاید این 2 رو برای همیشه از هم جدا کنیم. به این داده‌های نگاه بندازید، واقعاً جالبه. کشورهای مثل کاستاریکا که توی شاخص سیاره شاد رتبه اول رو دارند، وقتی پای شاخص کیفیت زندگی وسط میاد، اصلاً جز رده‌های بالا نیستند. از اون طرف سوئیس که بهترین کیفیت زندگی رو داره، از نظر شادی توی رتبه 34مه. این چی رو به ما نشون میده؟ اینکه این 2 یه چیز نیستن. خب، بیایید این 2 مفهوم رو خیلی ساده باز کنیم. استاندارد زندگی رو مثل سخت افزار یک کشور در نظر بگیرید. اقتصادش، زیرساختاش، امنیت، خدمات درمانی، چیزایی که عینی هستن و میشه اندازه گرفت. اما کیفیت زندگی، اون دیگه نرم افزار شماست. کاملا شخصیه، درونیه، یعنی چیزایی که برای شما مهمه، روابطتون، ارزش‌هاتون و تعریف شخصی شما از خوشبختی. مشکل از جای شروع میشه که ما با نرم افزار قدیمیمون میخوایم روی یه سخت افزار کاملا جدید کار کنیم. خب، پس ابزار ما برای پر کردن این شکاف چیه؟ جواب توی یک کلمه خلاصه میشه: دانش. اما نه هر دانشی. ما باید دانش رو مثل یه هرم از پایه و آجر به آجر بسازیم تا بتونیم معیارهای شخصی خودمون رو با واقعیت‌های جدیدمون هماهنگ کنیم. پایه این هرم داده ها هستند. یعنی چی؟ یعنی همه چیزهای خامی که دور و برتون می‌بینید. اسم خیابون‌ها، تابلوهای راهنمایی، شماره اتوبوس‌ها. توی این مرحله شما فقط مثل یه دوربین دارید همه چیز رو ثبت می‌کنید، بدون اینکه هنوز معنی عمیقی براتون داشته باشن. حالا وقتی به اون داده‌های خام یکم معنی و مفهوم اضافه می‌کنید، اونا تبدیل میشن به اطلاعات. مثلا وقتی میفهمید اون شماره روی اتوبوس مسیرش رو نشون میده یا اون تابلو به یه مرکز فرهنگی اشاره داره، شما داده رو به یه اطلاعات مفید تبدیل کردید. و حالا میرسیم به نوک هرم: دانش. دانش یعنی توانایی استفاده از اطلاعات. این یه فرق خیلی بزرگه. اینکه شما بدونید یه دانشگاه وجود داره، این اطلاعاته. اما اینکه بدونید چطور باید براش اپلای کنید، چطور یه شبکه حرفه‌ای بسازید، این یعنی دانش عملی. و این دقیقاً همون چیزیه که زندگی شما رو به جلو حرکت میده. داستان ادوارد دقیقاً همین نقطه عطف رو نشون میده. اون یه روز به این نتیجه خیلی مهم میرسه که تعریف قبلیش از تفریح و کیفیت زندگی دیگه توی این کشور جدید جواب نمیده. این یه لحظه کلیدی بود. اون فهمید که باید یه برنامه جدید بریزه بر اساس دانش جدیدی که از محیط اطرافش به دست آورده. و این برنامه جدید یه چارچوب عملی و فوق‌العاده کاربردیه به اسم مدل آریا یا ARIA. این مدل یه نقشه راه 4 مرحله‌ایه که به شما یاد میده چطور شادی رو به صورت هدفمند و سیستماتیک توی خونه جدیدتون بسازید.
این 4 مرحله اینها هستن: همگونسازی، تنظیم، ادغام و انطباق. در واقع این فرایند به ما یاد میده که چطور یاد بگیریم توی یه محیط کاملا جدید. خب بیایید بریم ببینیم هر مرحله دقیقاً یعنی چی. مرحله اول، همگونسازی. اینجا شما آگاهانه شروع می‌کنید به جذب داده‌های محیط جدید. فعالانه به اسم خیابون‌ها، قوانین نانوشته و مسیرها دقت می‌کنید. این مرحله فوق‌العاده مهمه، چون به شما کمک می‌کنه رویاهای کلی و مبهم، مثلا می‌خوام موفق بشم رو به اهداف واقعی و مشخص تبدیل کنید. مثلا می‌خوام برای رشته مهندسی توی این دانشگاه خاص اقدام کنم. مرحله دوم، تنظیم. حالا که هدف مشخصی دارید، وقتشه که مثل یه استراتژیست عمل کنید. تمام اطلاعاتی که جمع کردید رو سازماندهی می‌کنید تا یه نقشه راه عملی بسازید. در واقع اینجا مرحله پیدا کردن جواب سوالهای چگونه هست. چطور خونه پیدا کنم؟ مراحلش چیه؟ چطور برای تحصیل اپلای کنم؟ چه مدارکی لازمه؟ شما دارید یه برنامه عملیاتی برای خودتون میچینید. مرحله سوم، ادغام. اینجا جاییه که شما دیگه از حاشیه وارد متن میشید. از روی سکوها میایید توی زمین بازی. داستان نانسی یه مثال عالیه. اون فقط به مشاهده اکتفا نکرد. رفت کالج، مهارت جدید یاد گرفت و وارد بازار کار شد. ادغام یعنی مشارکت فعال، یعنی یادگیری زبان، انجام کارهای داوطلبانه، ساختن شبکه حرفه‌ای. شما دیگه یه تماشاچی نیستید، یه بازیگر فعال توی جامعه جدیدتون هستید. و بالاخره مرحله چهارم و قله این مسیر، انطباق. این همون هدف نهایی و به نوعی جادوییه. نقطه‌ای که تعریف شخصی شما از کیفیت زندگی با استاندارد زندگی کشور جدیدتون به یه هماهنگی قشنگ میرسه. شما دیگه با محیط نمی‌جنگید، بلکه یاد می‌گیرید که چطور ارزش‌ها و معیارهای شادی خودتون رو در همین بستر جدید پیدا کنید. این همون جاییه که رضایت و خوشبختی واقعی اتفاق میافته. پس ببینید، نکته کلیدی این نیست که شما خودتون یا ارزش‌هاتون رو رها کنید، اصلاً و ابداً. هدف اینه که یاد بگیرید چطور با استفاده از دانش محلی جدید همون ارزش‌ها رو به شکل تازه و متناسب با شرایط جدیدتون زندگی کنید. این جمله چکیده تمام این بحثه. شادی برای یه مهاجر زمانی به دست میاد که بتونه به اهدافش برسه و تعریف شخصیش از خوشبختی رو با واقعیت‌های خونه جدیدش تطبیق بده. این همون پلیه که روی شکاف شادی ساخته میشه. و در پایان این سوال برای شماست. اگه توی مسیر مهاجرت هستید یا بهش فکر میکنید، همین الان اولی قطعه اطلاعاتی که برای ساختن نقشه راهتون بهش نیاز دارید چیه؟ اولین قدم شما برای شروع این سفر انطباق از کجا شروع میشه؟